وسط نوشتن برنامه شاگردان بودم که یهو گرسنم شد. یادم اومد توی یخچال یه سری غذا آماده کردم و این تکنیک کمک میکنه خیلی راحت همیشه رژیمت رو رعایت کنی. بزن بریم بهت یاد بدم چیکار بکنی. ببین انقدر خوشمزه شده که حتما باید درستش کنی. بهش میگن تکنیک میل پرپ که باعث میشه بتونی بهتر رژیمت رو رعایت کنی. اول مرغ رو مزه‌دار کردم و گذاشتم توی هواپز که بپزه. طریقه طعم‌دار کردنش توی کپشن نوشته شده. پاستا رو گذاشتم آبپز بشه و بعدش خنک میشه. حالا میریم سراغ سس پاستا. سبزیجات بخارپز مثل گوجه، فلفل دلمه و قارچ، شیر، پنیر پارمزان، پنیر خامه‌ای، نمک، پودر پیاز، پودر سیر میکس شه. میزان هر کدوم توی کپشن نوشته شده. حالا سس رو بریز توی تابه، پاستا رو اضافه کن، یه مقدار هم بزن تا غلیظ‌تر بشه. ظرفاتو انتخاب کن به مقداری که نیاز داری. بریز توی ظرف و مرغ‌هایی که برش میزنی رو بهشون اضافه کن. بسته بندی کن. بره توی یخچال، هر وقت خواستی گرم کن و بخور. نوش جونت. اگه می‌خوای راحت‌تر رژیم بگیری، بیا توی پیجم.